تصور کن صبح از خواب بیدار میشی، موبایلت بدون اینکه حتی چیزی تایپ کنی برنامه روزت رو بهت نشون میده. موزیکی که دوست داری پخش میکنه. وقتی توی مسیر کاری به زبان خارجی نیاز داری فقط با یک کلیک متن رو برات ترجمه میکنه. همه اینها یک راز مشترک دارن: هوش مصنوعی. اما واقعاً این هوش مصنوعی که همه جا ازش میشنویم چی هست؟ و چرا اینقدر مهمه که آینده دنیا رو به دستش میسپارن؟ هوش مصنوعی یا AI یعنی توانایی ماشین‌ها برای فکر کردن و انجام کارهایی که تا چند سال پیش فقط انسان‌ها قادر به انجامش بودن، مثل یادگیری، استدلال، حل مسئله، تشخیص صدا و تصویر. AI انواع مختلفی داره: محدود یا ضعیف، عمومی و حتی فوق‌العاده که در حد تئوریه شاید فکر کنی AI فقط مخصوص دانشمندا و مهندس هاست، ولی همین حالا توی زندگی تو حضور داره. وقتی گوگل مسیر رو کوتاه‌تر میکنه یا اینستاگرام محتوا پیشنهاد میده، پزشکان هم با کمک الگوریتم ها بیماری رو سریعتر تشخیص میدن. حتی توی کشاورزی، بانکداری، آموزش و سرگرمی رد پای AI دیده میشه. اگر برق قرن 20 دنیا رو تغییر داد، هوش مصنوعی قرن 21 رو دگرگون میکنه. شرکت‌ها و کارمندها با داشبوردهای هوش مصنوعی کار میکنن. نمودارها و داده‌ها به صورت زنده تحلیل میشن و تصمیم گیری سریعتر و دقیقتر از همیشه انجام میشه. انسان و ماشین کنار هم کار میکنن، مثل یک دست انسان که با دست رباتیک دست میده. نماد همکاری و همزیستی بین هوش مصنوعی و انسان در کلاس‌های آینده دانش آموزان با کمک معلم و دستیارهای هوش مصنوعی درس میخونن. محتوای آموزشی به صورت هوشمند و شخصی سازی شده به هر فرد داده میشه. پزشکان در بیمارستان‌های پیشرفته با ابزارهای هوش مصنوعی بیماری‌ها رو زودتر و دقیق‌تر تشخیص میدن. اسکن‌ها و داده‌های پزشکی در لحظه تحلیل میشن. در شهرهای آینده هوش مصنوعی همه جا هست، از خودروهای خودران تا تبلیغات هوشمند. با این حال فرصت‌های هوش مصنوعی انکارناپذیرن. اگر درست مدیریت بشه میتونه مثل برق یکی از بزرگترین انقلابات تاریخ بشر باشه. برای همین کشورها و شرکت‌های بزرگ میلیاردها دلار روی AI سرمایه گذاری میکنن. رقابت جهانی برای تسلط بر این فناوری روز به روز داغ‌تر میشه. در فضا هم AI نقش داره. سفینه‌ها و ربات‌های فضایی با کمک هوش مصنوعی ناشناخته‌ها رو کشف می‌کنن و داده‌های علمی رو تحلیل می‌کنن. حتی در بحران‌های جهانی مثل تغییرات اقلیمی، هوش مصنوعی می‌تونه داده‌های پیچیده رو بررسی کنه و راهکارهای جدید برای نجات زمین ارائه بده. یکی از هیجان انگیزترین کاربردها ترکیب AI با رباتیکه. ماشین‌هایی که میتونن فکر کنن و عمل کنن، دقیق‌تر و سریعتر از انسان‌ها. اما سوال اصلی اینه: آیا میتونیم این فناوری قدرتمند رو درست مدیریت کنیم؟ یا ممکنه روزی کنترل از دستمون خارج بشه؟ دانشمندان درباره ساخت هوش مصنوعی فوق‌العاده بحث میکنن. موجودی دیجیتال که شاید حتی از انسان‌ها باهوش‌تر باشه. آینده‌ای پر از سوال و هیجان. با همه این حرفا یه چیز واضحه: AI فقط یک ابزار نیست، بلکه مسیریه که آینده بشریت رو شکل میده. از موبایل هات گرفته تا اکتشافات فضایی، هوش مصنوعی همه جا هست. شناخت و درک اون کلید موفقیت در دنیای آینده است. پس دفعه بعد که از گوشی یا اپلیکیشن مورد علاقت استفاده میکنی، یادت باشه پشت پرده یک هوش مصنوعی داره برات کار میکنه. این تکنولوژی هم میتونه زندگی رو راحت تر کنه، هم چالش های بزرگی بسازه. انتخاب با ماست که چطور ازش استفاده کنیم. آینده‌ای که AI میسازه ترکیبی از فرصت‌ها و تهدیدهاست. مثل یک شمشیر دولبه که میتونه یا پیشرفت بیاره یا مشکل. برای همین آموزش و آگاهی خیلی مهمه. هر کسی باید بدونه AI چیه و چطور کار میکنه تا بتونه ازش بهترین استفاده رو ببره. حکومت‌ها و قانونگذاران هم وظیفه دارن قوانین درستی بسازن تا هوش مصنوعی
به نفع بشریت پیش بره، نه علیه اون. هوش مصنوعی فرصتیه برای ساخت جهانی بهتر. اگر با مسئولیت پذیری همراه بشه، میتونه بزرگترین متحد انسان باشه. این یک انقلاب واقعیه. همونطور که برق دنیا رو تغییر داد، حالا AI هم آینده ما رو شکل میده. پس هوش مصنوعی فقط یک فناوری نیست، بلکه آینده ماست. آماده ای وارد این دنیای جدید بشی؟